بچه‌ها خیلی خوش اومدید به کانال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر آقا، حال شما خوب است؟ من سلامت باشید. خوش اومدید به چنل فامیلی هدیه، هدی فامیلی. هدی فامیلی یا از اون ور. امروز برنامه از چه قراره هدی؟ یکم توضیح بده به دوستان و بچه‌ها. امروز اومدیم اینجا با جوک‌های بیمزه شوهرم. در نوع خودشون خیلی بامزه. آفرین، که ممکنه به خاطر اوج بیمزه بودنش اصلا خیلی خنده بگیره. دقیقا همینطوریه. آره. و وقتی که من جوک میگم من میتونم بخندم، اما محمد نباید به جوک من بخنده. تو میتونی بخندی؟ آره. مثل برنامه جوکر که مثلا جوکره آفرین. میتونه راحت باشه، طرف مقابل باید ساکت بشینه. آفرین، دقیقاً مثال درست. خب کلا حالا هر جوکی که باشه، من خیلی به این معتقدم کسی که تعریف میکنه جوکو با چه اکتی تعریفش میکنه، یا با چه حالی یا با چه روشی تعریف. سنگ کاغذ قاچی کنیم که کی اول شروع کنه؟ من میبرم پشت دستمو. هر کی برد اون شروع میکنه. اوکی. بریم سنگ کاغذ قیچی. یکی من بردم. سنگ کاغذ قیچی. یک سنگ کاغذ قیچی. 2-1 تو. سنگ کاغذ قیچی. 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 سنگ کاغذ. من اعتقاد دارم باید دست پشت سر باشه. 2-1 توه. سنگ از اول نه تو رو خدا از اول. 1 2 3. خوشت اومده. آره. سنگ کاغذ قیچی. وای. سنگ کاغذ قیچی. 1 سنگ کاغذ قیچی. آفرین. 2-1 سنگ کاغذ قیچی. گرفتم فهمیدم. سنگ کاغذ قیچی. شکستمت. آماده ای؟ ولی اینو بذار یه جوری که تو چیز نشی. یکی تو یکی. به یارو به یه نفری. بچت نمیتونم تو جوک بگی نخندم. والا من هنوز شروع نکردم. به یه شخصی میگن یه حیوان بگو بزرگتر از شامپانزه باشه. یکم فکر میکنه، یه دفعه میگه شامشانزه. شامپانزه نه شامشانزده. خوب بود؟ تا چند تا میتونیم بخندیم؟ 3 تا. تا 3 بار میتونیم بخندیم. بخند تا راحت باش. تو نمیتونی. من اینو بیشتر میگم بینندگان محترم لذت ببرن. فکر نکنم بتونی بخند. جدی تا 4. جدی من میتونم نخندم. تو میوازه 100%. اوکی برو ببینم میتونه. یه روز رفتم کله پزی، یارو گفت چشم بذارم، گفتم نه الان خیلی گرسنم و حوصله بازی ندارم. تو 4 محال بختیاری یه دفعه ساعت از 3:59 میشه 5. اینو شنیده بودم. شنیده بودی؟ 4 نمیشه، 4 محاله. میدونی چرا خرس‌های قطبی مراسم ختم نمیرن؟ همیشه سفید تنشونه. آره. تابلو. خندیدی؟ نه باید میخندیدم. نه من این از به فکرم که بنده خدا راستی همیشه سفید تنشونه. فقط میتونن تو شادی‌ها جبران کنن. آفرین. 1-1. این چرا هیچکی با ماهیا دوست نمیشه؟ چرا؟ نمیدونی؟ خیلی راحته که خیلی پولکی هم. خوب بود؟ میدونی آجیل ها پولاشونو کجا قایم میکنن؟ آره گاف فندق. بابا من که جوابو میدم میتونم بخندم خودم. نه دیگه خب خندت گرفته به این جوک. آها اصلا نباید. ولی گاف فندق خوبه. اوکی حالا یه جوک دیگه. 2-1. اوکی تو 2 بار خندی. تو یه بار دیگه میتونی بخندی. من دیدم تو اولش انقدر زود شل کرده خندیدی، گفتم مسابقه بلغار شد. نه. اوکی حالا من بخونم. میدونی وقتی داری میری خرید اما وقتی برگردی خر نیستی؟ خوب بود؟ وقتی داری میری خرید اما وقتی برمیگردی دیگه خر نیستی.
خوبه؟ جالب بود. خندی؟ تو که میخندی همش. نه من لبخند زدم. نه نباید لبخند. نه تو با لبخند میخندی. نه یه هندونه میره دکتر میگه چی شده؟ به نظر چی شده؟ نمیدونم. میگه تخمه هام درد میکنه. وای کردم. تو میتونی بخندی، من نمیتونم. خیلی قشنگ بود. محمد تخمه هاش درد میکنه. میدونی باکتری چیه؟ چیه؟ نمیدونی؟ باکتری چیه؟ یه قوریه، یه کسی که با قوری کات کرده رفته باکتری. میدونی 2 تا پیراهن وقتی با هم تصادف کنن چی میشه؟ آره شنیده بودمش اینو. پیراهن وقتی با هم تصادف کنن میشن تیراهن. نه نه؟ اتو میاد چروکیشو میکشه. آها. از اون لحاظ وقتی آجرها خداحافظی میکنن از هم به هم چی میگن؟ تا خشت بعد خب تو خودت داری میخندی که الان. تا خشت بعد خواهی چیه؟ گریه هست یا خنده؟ بعد چی تا خشت بعد؟ به هم میگن به امید دیوار. خیلی قشنگه. آره یعنی ای کاش مثلا با هم دوباره دیوار شیم. پودر بشیم بچسبیم بریم توی با هم به امید دیوار. قشنگ بود. کاش به این نمیخندیدم. خود دیگه خودت خندیدی به من دو. یا آخری. میدونی اگر هندسه رو پاس کنی چی میشه؟ ترم بعد باید هند 4 رو پاس کنی. عالیه. خیلی خوب. 8 پا یادش میره ساعتش رو کوک کنه 10 پا میشه. خوب بود. یه 8 پا یادش میره ساعتش کوک بکنه 10 پا میشه. الانش هم حسبی دیگه 3 بار نه خندیدی. تو هم ممکنه بار سوم بخندی. نه من دیگه نمیخندم. میدونی به کبابی که خرابه چی میگن؟ خر کباب؟ نه آه. جنجه. آها. تازه فهمیدی؟ خیلی خوب بود. کباب خرابه بهش میگن تو یه جنجه ای. در واقع چنجه. تو زبون پلیسه یه پرتقال رو دستگیر میکنه، یه مردم میان یه پرتقال رو دستگیر میکنه، پیاز سیب اینا میان میگن چی شده مگه چیکار کرده؟ میگن مزدوره. چه ربطی داره؟ مزدوره. حالا یا مزدوره یا مزدوره. یه پرتقال رو به جاش دستگیر کردن. پرتقال بدبخت. پیاز میگه چی شده؟ مگه این پرتقال چی کار کرده؟ گفتنش مزدوره. تو میخواستی یه جور دیگه تعریفش کنی من بخندم. خود دیگه من باید تلاشمو بکنم. برو بعدی. گلبول سفید میره توی خون میبینه همه گلبولا قرمزن. خب بعد میگه ای بابا چرا منو در شریان قرار ندادن؟ عالی بود. عالی یعنی بود. تو خندیدی. البته من قبلش خندیدی. میدونی چرا؟ یه از خودمو جا مولکول قرمز گلبول سفید دیدم رفتم تو همه قرمزن. عالی بود. میگه چرا منو در شریان قرار ندادن؟ خب من خندیدم تا هم 3 مساوی ولی تو باختی در واقع. من شدم 3 زودتر باختم. خب حالا من یه چند تا جوک اضافه نوشتم میخونم برای بینندگان محترم. آخرش هم تو بگو. نمیشه چند تا دیگه بخونم؟ نه یه دونه از بین اینا یه دونه‌ش رو انتخاب کن بخون. میدونی نوش آفرین اگه اسم پسر بود اسمش چی میشد؟ بخور ماشاءالله. از چالش امروزمون که چالش شوهرعمه‌ای بود. امیدوارم بهتون چسبیده باشه جوکایی که واسهتون خوندیم و گوش کردید. تا برنامه بعد ما رو حتما دنبال کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و بگو ویدیوی ما رو برای دوستاشون بفرستن. خب بفرستید دیگه. چرا؟ بیاید تو کانال ما بگردید ویدیوهای باحال بشینید ببینید برای خودتون لذتشو. تا ویدیوی بعد. خدافظ.